درود و سلام دوستان ارجمند بینندگان گرامی قدر یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. امروز استودیوی فانوس منبر اندیشه بسیار یک مهمان عزیز دارد که خود از باختر برخواستند آمدند تا که مهمانی ما باشند و با ترانه هاشان با یک صحبت نغز پرمغزشان همچنین با سرودن چند ترانه در محفل ما یا در استودیوی ما یک بزم زیبایی برپا کنند. این کس شادمان آدینه هستند، یکی از هنرمندان ناموری تاجیکستان، هنرپیشه شایسته در سال 2022 و اینچنین کارمند یا خود خادم چندین شعبه های فرهنگ و نهادهای گوناگون فرهنگی در ولایت ختلان بودند و باید بگویم که نامشان هم برای خودشان بسیار موافق است. فکر میکنم این کس واقعا برای شادمان کردن مردم آفریده شدند توسط آهنگ، توسط ترانه های نغز. من حالا این کس را به استودیو خوش آمدید میگم. یک عجیب است، ببینید اینجا تنها دنبوره است، باور نکردنی است، اما ما اسرار بسیار اسباب موسیقی تاجیک را نمیدانیم. ببینید یک دنبوره همگی دو تار دارد، ببینید همگی دو تار و بسیار کوچک هم هست، اما آنچنان یک ناله، آنچنان یک درد را از خودش بیرون میکشد که کس حیران میشود. من میخواستم به ما بگویید که تنها همین فلک را، ترانه های فلکی را همیشه با دنبوره خوانده میشود یا با اسباب های زمانوی تر هم میشود آنها را اجرا کرد؟ اگه دنبوره هم نازه با اسباب های زمانوی هم کدام کسی که از اودش میبره شیرین مینازه میشه. و اصلا گریم کدامش بهتر است؟ اصلا فلک را با دنبوره گوش کنیم یا با یگان اسباب های دیگر؟ اگه زبی فلک می دنبوره است. دنبوره ایجاد نه. بله، شما در خانه خودتان چند دنبوره دارید و چند سال تاریخ دارند؟ مثلا دنبوره های خود درباره دنبوره خودتان صحبت کنید. دنبوره ما از شادرمان پدر موندگی یک 50 سال دیگه با ای خدمت رسیدم. بله. خودی دنبوره پدرتان به شما میراث ماندگی است؟ بله. هنوز هم صدایش همین گونه است، درست؟ و خودی همون زمان در همون زمان خودشان ساختگی هستند یا حالا هم استا بودن؟ دنبوره ساز بودند؟ خدا رحمت کنه. بابای ولایت میگفتن در قشلاق ما هم سفر بودند. از اون کاسته رشتگی بود از چوبی بودم. بله. تا جایی که ما آگاه هستیم شما از اصلا گریم از کنگورت هستید، از ناحیه معروفی تیمور ملیک. و من میخواستم شما برای بینندگان ما بگویید که واقعا هم در سرودن ترانه گرفتن اوج بلند، مثلا گرفتن اوج بلند همین معروف و بهترین بودن سراینده است یا شیرین سرودن اساس است؟ اساس چی است اصلا؟ اساس به فکر ما که شیرین سرایدن. بله. اوج هم در کره بوش همین یک خیلی که همین شیرین اخته با مردم رسانده بتونیده دو فریادم به فکر ما. یعنی که اوج بلند باشد اما ترانه شیرین نداشته باشد نمیشود. شما اولین آهنگی که یا سرودی که خودتان ایجاد کردید محصول خودتان، کاری خودتان، محصول هنری خودتان بود کدام است؟ یک روبایات بود. ما صنفی یک قدم میموندم همراه. بله. نوشتم ندادم من خانه اپام یک روبایات می‌نوشتم. که حالا یادتون هست سالی صنفی چند بودید؟ صنفی یک یا دو بودم، سالای 73 بود، 72 بود. هنوز در یادتون هست؟ یک پاره اجرا میکنی؟ زنده باشید. اصلا گریم فلک رو من حالا اینجا شما می نوازید، می خوانید، البته این استودیوی ما تنگی میکنه،
اصلا نه واقعا میگویند که در سری شاخ‌ها، در سری سنگ‌ها، در یک بلندی‌ها وقتی که میسروی باز کیفیت و لذتش دیگر است. همین خیلی است. ما در کوه میخونید یه صدا عیش صدا میاد، انا با کیفیتش دیگه عکس صدا میاد با دیگر ایده. یعنی که واقعا هم بینید فلک هست، چند نوعی مثلا فلک هست. فلک دشتی هست، درست؟ دشتی هست. فلک دشتی این همون فلکی هست که باید حتما در یگان جوی زیبا و کشاد و صحرا باید خوانده شود. برای همین فلک دشتی و تمام آواز هم. مثلا شما مثلا در چندین سال است که فلک خوانی میکنید در چاره‌بینی های مردم، در چاره‌بینی های سطحی دولتی و گوناگون مثلا هنرنمایی میکنید. خودتان چی گفته میتونید فلک چی است؟ برای بینندگان ما همچون یک فلک سرا بگویید که فلک از نظر شما چی است؟ فلک یک روزی من دیگه گفتم همین چیز انا کمبودی این حیات زندگی هم دو فرود و پروردگار. این یک صحبتی اهل زمین یا بندگانش با خدا است. همین خیلی است. حتی میگویند که توسط فلک آدما از پروردگار یگان آرزو، یگان نیت طلب میکنند یا عذر میپرسند از گناهشان، توبه میکنند. روز فلک چند خصوصیت دارند میگن. همین خیلی. حالا من میخواستم که شما کدام سال با کدام مؤسسه بار اول کار کردید و اولین آلبوم شما سال کی کدام سال معرفی شد؟ اولین مجموعه ترانه هاتون؟ مجموعه ترانه ما سال 82 83 بعد خدمتی مادر وطن اومدیم. بله. در ناحیه دنقره انا روبری موسیقی روبری بدی کار کردیم. بعد در انسامبل فلک نزد کمیته تلویزیون و رادیو نزد جمهوری تاجیکستان کار کردیم. در جمهوری ها؟ جمهوری. بله بله بله. از اونجا نصیب قسمت بوده و ولایت خاطر رفتیم. از اونجا انا مدیر فرهنگ، دیرکتوری مکتب بچگان موسیقی و دیرکتوری کاخ فرهنگ هم خیلی کار کردم گشتیم. درباره شاگرداتون میگفتید و اینک من این آزمونی که تاجیکستان وطنی عزیز من عنوان دارد، این برای مثلا فلک سرایان جوان، اونهایی که میخوان سراینده شوند چه اهمیت داشته میتونه؟ چه اهمیت داده میتونه که بسیار برای هنرمند پیشروی نقص دیگه ده. بله. همونجا یک بچه های هنرمندی که یک گنج پریشان موری رفتگه همون را دریو میکنن میوان نقص دیگه. هم تلویزیون و هم رادیو رایگان مثلا چیزاشون ثبت میکنن. درست؟ ثبت مشکلی داره و دیگر تلویزیون و رادیو همش به خراجات و به همین چیز هنرمند بسیار آسان شده. هنرمند اصیل باشه زور باشه میزنه میبره. بله راهش باز است. درست؟ در یک صحبتتون شما اشاره میکنید که امروز متاسفانه یک نوع احترام بینی یک نسل نوعی که امروز به صحنه آمده است با نسل کهن، مثلا با نسل شما، با نسل استاد دولتمند خالوف که همتون قریب یک نسل هستید، یک نوع یک بی احترامی یا که بی پروایی احساس می شود و اونها ترانه های شما، ترانه های استادان دیگری صنعت رو مثلا میگیرند، میسرایند، بازخوانی میکنند، حتی برای وی یگان نوار یعنی که کلیپ برای وی میگیرند، نماهنگ، اما از استادا یاد نمیکنند که این آهنگ کی بود و این شعری کی بود، ترانه از کی بود و اولین بار کی سروده بود. درست؟ من میخواستم برای بینندگان ما هم بگویید که ما چیکار باید کنیم که این احترام بین همدیگری یک نسل نو با نسل کهن برقرار باشد. نسل کهن زحمت میکشید، مهنت میکرد، در جستجو بود. باید اینو باور کنیم ما کتاب نمیفتیم که دسترس نمیکردیم که یا شعر بیاییم یا غزل بیاییم از یاد کنیم. روزی میبینیم کتابخانه پری کتابای جوانان اهمیت نمیتن. شور جوانانی هستن جوانانی که سر کار دارن با کتاب. اینا آهنگ نواز هم فنگرام بسیار مردم رو بخش کردگیه. بله. اینا ما یک بودم که یکم کس مرا یکم چی شون دادگی نیست.
скиғиҷак, думбра, асбобҳои торӣ ҳама амре ман менавозам. шумо худомӯз омӯхтед дуруст? аз рӯи нота менавозед? аз рӯи заҳмати худмон, аз ҳаваси худмон. ҳозир мебинед дар як вилоят бигирем, дар як республика каме дар каме навозандаҳо барое ки ҳамаро ҳамин фонограмма аз чӣ бароварда аз меҳнат. бале ин онам ягон ташкил менавозад, дигар нест ҳеч. як баромад меред навозанда мемеед. барое ки рӯ ба ҳам ямаха асбобҳои барқӣ ҳамин чизро рӯ овардаем ҷавонони мо бояд бисёр ҳамин асбобҳои ниёгону моро айхат кунад. бале як ҷо меғалти свет нест, чӣ кор мекунем? инем як аст асбоба ки битонем мехез як баромад мекунем, як чӣ гуфта метонем. бале ҳам зинда менавозед, ҳам зинда мехонед, агар қудрат дошта бошед дуруст? ментазири овози худот як каса завои симширагӣ биёмад ма даби навоз ма бихонам. чизе ки аз дастат хумия беминнат менавозӣ мехонӣ, меҳнат кардан дар кор. боре ки ҷуро ҳамиҷа ки омадем меҳнат кунем, ақаллан ҳечра наметонем як асбоби зарбира тавлака ёд бигирем, доираро ёд бигирем, ин асбоби ки авдаша набарем. аксарият ҷавононро мебинем фақат рӯ ба ямаха асбоби барқӣ, дигар асбобҳои думбрау иҷаку дигар асбоби миллӣ наметавонанд навохта. мумкин дар ҳамон як корхона ду се кас бинавозанд асбоби барқиро, ҳамонро наметавонад хелиш. бале баи хеле нарман намешавад. ҳоло барои бинандагони мо ягон таронае ки комилан бошад, пурра бошад, яъне бисароед ки мо ҳам сабт кунем ва ҳам оянда алоҳида барои муаррифии он имконият дошта бошем. ҳар чӣ ки дилатон хост, масалан шояд дар бораи падар мехонед, шояд дар бораи зодгоҳ, яъне ки хумори деҳа ки оғози ватан аст, дуруст? ҳар чӣ ки дилатон хост, кадом таронаро инҷо ҳозир иҷро мекунед? سرجم بده ما در این خانواده داری طبقی چوبین درگاهی پدر ای کاش به زندگی میسر میشده آن دوره به غمی ما باری دیگر دوره به غمی ما باری دیگر یاد کردم خانه و قشلاق نان گرم و مزه قیماق هرهوری بادی سبا فصل گل ریزه گلهای طلعه را پشته ها و باغهای مکملی تلخ هم بیا و جان تاب را یاد کردم خانه و قشلاق را چشمک خوردن با کفاب چشمه های چون شکر پهلو چکبوغاتی درمان بخش را هم قرطاب و قروتی کابو یاد کردم خانه و قشلاق روی
مردمانی خاکی مهمان نواز بهری مهمان دیده ای مشتاق الهادی مادرانی دل نواز گریه های بچه زقاقا سولیده مرغی خیالم پرزند یاد کردم خانه و قشماقا یاد کردم خانه و قشماقا نانی گرم و مزه قیماقا هرهوری بادی سبا و فصل گل ریزه دلهای تل ایلا روزی. سلامت باشید، زنده باشید. برای فلک شعرهای کلاسیک غزل‌ها که کمتر وزن‌تر است آهنگ بستنش آسان است یا چگونه است مثلا؟ اگه هر خیلی داد همین از بودش که بر اومدی همون هم جو بجو میکنی در قلب میداروش. حالا یگان از کلاسیک یگان پاره میخونید مثلا از سیدا باشد شاید از سعدی باشد شاید یگان پاره میخونید؟ یا می‌بکش دیگه شدی. نه ما خون میبریم. این توی آسر بی بوستانی برفتار آمده است یا ملک در صورتی مردم به گفتار آمده است آن پری که از خلق پنهان داشت به چندین روزگار باز میبینم که در عالم پدیدار آمده است عود میسوزد که یا گل میدمد در بوستان بوستان کاروانی موش تو پر آمده است من دیگر در خانه نشینم اسیر و درد من خواست این ساعت که گفتی گل به بازار آمده است نکی ملالت همه در مجلسی آزادگان زان همه نالت که بر وی زخمی بسیار آمده است سعدیا گر همت داری مناز از جبریار تا جهان بود است جبریار به بویار آمده است تا جهان بود است جبریار بویار آمده است تا جهان بود است جبریار بویار آمده است پیش از آغاز فلک عادتاً
ما هم چه بارها شنیدگی هستیم یک شهدخانه میشود درست چند شاهبیت بسیار برجسته اول کم کم همچون شهد برای توجه بیننده رو به خود جلب کردن اول کم کم شاهبیت ها با یک موسیقی مخصوص آهسته آهسته پیشنهاد می شود و بعدا به ترانه میگذارند. همین خیلی یکون شهدخوانی میکنه چند یک باید یا دو تا مثلا یک شاهبیت های عجیب اگر برای بینندگان ما. آدم همه عمر خانه و در گوید فرزند زن یار و برادر گوید چون بلدش رسید و به پروای چون جان بلدش رسید و مادر گوید گذران خواهی نخواهی گذرد مگذار که با تو سیاهی گذرد بر پادشاهان حسد مبر ساده تا هر نفست به پادشاهی گذرد خسته پریشان کنی محتاجی برادر بخشان کنی از خواهان خدمت برای من روزی بده گر برداری که برداری شاه نکنی پدر خوب است مادر نازنین است برادر میوه‌ی زمین است برادر قدری هم دیگر بدانید که اول آخری دنیا همین است دوستان ارجمند اینک رسیدیم به پایان برنامه. این برنامه ما اصلا یک شیر و شکر را میماند و بیشتر ترانه و نوازش شما شنیدید از شادمان آدینه هنرپیشه شایسته تاجیکستان و همزمان یکی از فلکسرایان ناموری منطقه ختلان که اصلا خودشان ساده دهی بسیار زیبا منظر کنگورت هستند و اون کس را ما بار دیگر به روزنامه جمهوریت به اداره ما خوش آمدید میگیم.